عدالت جاری کنه. یگان کس حیمت هم نمیکنه بیا گپ زنه اینجا. ما خودمون باید عدالت جاری کنیم. اعتراض کردن هیچ کس نمیبرن ترمه کنن، سخت کنن. ای مفتیت اینجا پریچون های مفتیو من شما را گفتستم که تو بر این بهیمت ها اگر در دولت بسیار شوه این جمعیت فساد میشه فهمیدی؟ تو بر این بهیمت ها اگر بسیار شوه این جمعیت فساد میشه. این رسایت یک خاموشی را رعایت نکنید. همه را صبر و معصیت خدا نیست. فرض این چی الله نیست. و شما چه مسلمان حیمت های دست پرتافته. همین حاکمیت ما دولت نداریم اساسی، ما مستملکه ایم. نیکی همون حاکمیت هم نگاه میکنه وقتی که خلق اعتراض نکرد بنده با سختتر میتپه با لیش میکنه همه تا میپرتوه بعد او وقت فایده نداره. حاضی سری وقت همون روز ساعت انقلاب من تشکیلاتچیش اینه ایمه عبرت بگیره. اینه من تشکیلاتچی. هیچ کس یکون دولت دموکراتی حقوق بنیاد باید اعتراض داشته باشه، باید مبارزه داشته باشه. یکون جای ترسش نیست. هیچ کس نمیبرن ترمه کنه، همین خیلی نمیبرن سخت کنه. بچه ریش هم میپم ما پیروی رسول الله میگیم ریش هم میپرم همه خاموش برید ها ریش تتراش دنها چکا کنید با چکا کنیم نمیشوه. افغانستان را نگاه کنید، دولت های دیگر را نگاه کنید چکا کرده استن. به مبارزه هیچ وقت جمعیت هیچ وقت آرام نمیشوه. ای بد میکنن حالت ملت تاجیک و ای بد بهنه. برای همین روز ساعتش آمدیم که نه من تشکیلگرش خب همین فهمیده مرحمه هم تلاش از سومالیده حاضر شه. همه اعتراض کردن دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی هیچ کس عمل نکرده بود و نمیکنه. التماس میکنه همون روز ساعت انقلاب و فهمیده حاضر شه. التماس کسی به خدا و رسولش ایمان داره میگه من پیرو قرآن من پیرو سنتم. خدا همتا نگهبان باشه در امان